مجسمه غول‌پیکر و فولادین چنگیزخان در یکی از ناحیه‌های کنار شهر اولانباتور پایتخت مغولستان 40 متر بلند است و بزرگترین مجسمه رهبر معروف مغول‌ها در عصر 13 در جهان به شمار می‌رود. برای بنیاد مجسمه عظیم قهرمان ملی مغولستان 250 تن فولاد صرف شده است. سیاحان می توانند با زینه‌پایه تا به گردن اسب بالا روند و منظره اطراف را تماشا کنند. تاریخ کوتاهش را از زمانی رهبر یک شرکت سیاحی میشنویم. مجسمه چنگیزخان سواره در محل تسونین بولدوگ در ولایت توف جایگیر است. مجسمه را سال 2008 و به مناسبت 800 سالگی تأسیس امپراتوری مغول ها ساختند. روایت میکنند که چنگیزخان سال 1177 با برادرانش از اینجا میگذشت و تازیانه پیدا کرد. پیدا کردن تازیانه برای مغول ها علامت خوش اقبالی به حساب می رود. در زیر مجسمه آثارخانه زندگی چنگیزخان و مغازه ارمغان فروشی ساختند. او در عصر 13 با تخت و تاج زیاد یک امپراتوری عظیم تأسیس داد که وارثانش تا به اروپا و خاورمیانه گسترش دادند. چین را هم تقریبا 100 سال فرمانروایی کردند. چنگیزخان امپراتوری مغول ها را تأسیس داد که دومین امپراتوری بزرگ در جهان بود. یکی از نمایان‌ترین شخصیت های تاریخی در جهان است. برای ما مغول ها بخشی از هویت ماست. به فکرم نه تنها برای ما مغول ها بلکه برای آنهایی که خود را از تبار مغول ها میشمارند. بسیاری از مغول‌ها می‌کوشند در طول زندگی خود کمی اندر کم یک بار مجسمه چنگیزخان را ببینند. برعکس مغولستان، در تاجیکستان چنگیزخان را جلاد خونخوار می‌دانند که در عصر 13 هنگام تاخت و تاز لشکرش در قلمروهای ایران آسیای مرکزی فلاکتی عظیم بر سر مردم آن آمده است. مثلا تصویر او در کتاب درسی ادبیات تاجیک برای صنف 9 چنین است: چنگیزخان در تاریخ بشریت خونخوارترین، جلادترین و غاصبترین سرلشکر گذشته است.